جناب آقای میر حسین موسوی، تویی که سال 88 بر سر جنازه ها مثلا نشدی یک رهبر اپوزیسیونی برای ملت ایران و جنازه ها روی دست مردم موند و تو بعد از سالها اونو به اسم خطا نامردی. جناب آقای خاتمی، تویی که برگشتی ملت و سال 98 ملت فتنه نامیدی، ملتی که دراز شدن روی زمین ها روی خون خودشون غلطیدند. جناب آقای میر حسین موسوی، تویی که یک روز با ندا و اعلام آمادگی هاشمی رفسنجانی می آیی و روز دیگر با مسعود رجوی می آیی خودنمایی می کنی. آقای میر حسین موسوی، این رو بدون، ملت از 88 گذر کردن، ملت از مسعود رجوی هایی که عملیات مرصاد توی این مملکت دوچار شدن گذر کردن. ملت دوباره گول شما اپوزیسیون های توخالی و احمق را نخواهند خورد. شما هایی که جز برای بقای خودتون و جز برای پرونده دهه 60 خود تلاش نمی کنید، پرونده ای که ملت ایران و دوچار خدشه و نگرانی و بدبختی کردید. ملت دوباره پای صحبت ها و بیانیه های شما نخواهند نشست. به چه روی می آیی و بیانیه صادر می کنی، تویی که بسیاری از مردان و زنان این مملکت در زندانن به خاطر بیانیه های قبلی شما. بیانیه های تو تمام نمی شود، بیانیه هایی که سال 88 صادر کردی و چپیدی توی سوراخ و به اسم این در رفت که بله اپوزیسیون زندانن. نه، تو زندان نبودی، زندان این ملتی بودن که خون دادن، مادران شهید، بچه های شهید. حالا کارت به جایی کشیده که بیایی و با مسعود رجوی هم پیاله بشی. تو چقدر پیاله میخواهی برای همخوابگی های احمقانه خودت، ولی کور خوندی. ملت دیگر گول شما سیاه بازان مفرط را نخواهند خورد. ملت فراموش نخواهند کرد آستین های کوتاهی که توسط شما ضربه خورد. اون که خیلی اندک بود، سال 88 را ملت فراموش نمی کنند. تو خبر نداری در حافظه تاریخی این ملت ثبت شده ای؟ تو خبر نداری مسعود رجوی ها برای این ملت که بیانیه تو را امضا می کنند در حافظه تاریخی این ملت ثبت شدند؟ حالا میایی و پیراهن دوستی به تن میکنی برای ملت. من تمام این عرایزم را ننوشته بودم که بخوانم، که همه را بداهه از حافظه اینکم بهره بردم. حال اگر می نوشتم برای تو چه تاریخی و رقم می زدم. فراموش نخواهند کرد این ملت همخوابگی های اصلاح طلب و اصولگرا را با هم. و حالا مسعود رجوی ها و منافقینم به شماها اضافه شدن. آری، شماها مهره های سوخته اید در حافظه تاریخی ملت شریف ایران.
و امروز ملت ایران میدانند که در دهه 60 شما از مسعود رجوی اسلحه خریدید و میلیون‌ها دلار به حساب مسعود رجوی حواله کردید. ملت امروز هوشیار است. ملت ایران روابط شما با مسعود رجوی را در جریان است. در این سالهای علی‌الظاهر انقلاب اسلامی مگر می شود شماهایی که فریدون فرخزاد را در آن سوی مرزها سلاخی کردید باور کنند ملت که شماها نمی توانستید مسعود رجوی و مریم رجوی را به کارشان پایان دهید؟ یعنی شما نمی توانستید اینها را، آن سربازان امام زمانتان در آن سوی مرزها، این جنایتکاران تاریخ ایران را به سزای اعمالشان برساند؟ ملت ایران باور خواهند کرد. و این دقیقاً در دوران نخست وزیری شما ایجاد شد. شما اولیگارشی فامیلی راه انداختید و برای خود تاختید و میتازید و فکر میکنید که ملت ایران از این بیخبرند. در دوران اطلاعات شماها باز هم ملت ایران را با 23 های خود گول میزنید و دروغ تحویلشان میدهید و بیانیه صادر میکنید و با هم دست اخوت میگذارید برای دوباره سرکوب کردن ملت ایران. نه، کور خواندید. این بازی و این نمایش دیگر رو به پایان است. این تراژدی که برای ایران ساخته اید، یقین بدانید امروز بر ملت آگاه ایران حکومت کردن خیلی سخت تر شده تا حکومت شما در دهه 60. اینو یقین بدانید. و آگاهی امروز بسیار به شما نزدیک تر از آن نادانی است که شما ملت ایران فرض کردید.